Oradan کنن دخترم سوچ دخترم نمیفورن که همسین فوش مکتب دختری ما روی ایدادش به مکتب نرود بیرون برمادن نتونم میرویم میدوام یا چو میکنیم دوگوناش مهینه بیا باز کنیم مهینه میراد شرچه پامپرسنش یارم میشود خاک باده دخترم من در پیشی دخترم نمیگو با کسر زده دخترم امروز نزد خواهری اومدیم که خچک نداره دوستان عزیز. اکام فتانیم که مرا دستگیری کننده مرا رنگ دیگونه هم قدیره برام مکتب برم. پدر میگه بخدا اکا میگه بچه میشید یک کارش میکنیم دختره میگه روز بروز کلونش دیسه احترامونه خواهش میکنم در نوار علیکی کامنتارمون خواهش که احوال همین دختره باید همه کس ما دستگیری کنیم که میدونه که پگه دختر شوهر میکنه به نهایت قینه. سلام علیکم رحمت الله برادران و خواهران عزیز. امروز درباره یک بیماری صحبت میکنیم که در پوست میشود و این نام داره ویتیلیگو. این نوع بیماری یکی از بیماری های قدیمی ترین بوده، در لغت به معنای سفید شوی پوست یعنی پسی میباشد. و سبب های اساسی این نوع بیماری دو چیز است، یکی کرمی اسکریت که در جگر میشود و یکی ترسیدن سخت. و طبیبانی که از گیاه دواها آماده میکنند برای بیماری سفید شوی پوست یعنی برای بیماری ویتیلیگو دو نوع دارو را برای ما و شما پیشنهاد کردند. یکی به نام کارول کوژا که خیلی داروی مشهور است و یکی دیگری به نام پیگمنتو که به همراهی تبلیت کشید. اگر شما درباره این بیماری پوست باز معلومات بیشتر گرفتن میخواهید بر رقم‌های در تگ نوار بوده نویسید. در رحمت الله باش. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تان صحت خانواده هستین. خداوند نگهبان هر یک ما و شما باشد. امروز حضور داریم در شهر دوشنبه در طرف تپه سمرقندی. با دیداربینی یک خواهر عزیز اومدیم که طول چندین ماه شد که پدر عزیزش از فدراسیون روسیه از ما خواهش میکنه که برادر جان دختری مرا نجات بده، چون که از خوردی تا حاضر دختر به یک وضعیتی هست که را گفتنش غیر امکانه. دوستان عزیز از همه احترامانه خواهش میکنم در نوار علیکی کامنتارمون خواهش که احوال همین دختره باید همه کس ما دستگیری کنیم که میدونه که پگه دختر شوهر میکنه به نهایت قینه. با همین خاطر دوستان عزیز امروز نزد خواهری اومدیم که خچک نداره. دوستان عزیز ایرا اعصابی نمیشه، زنها میفهمن میدونن دختر یا 13 ساله 12 ساله تا حال فقط با پامپرس میگرده، حتی مکتب نمیره و معلومات نداره. دوستان عزیز با همین خاطر امروز آب دیده پدر و مادر ما را مجبور کرد که به نزد مادر عزیز و پدر عزیز بیام. انشالله یک دستگیری خدا دریغ نداریم. دوستان عزیز ما را همسفر باشین. رفتیم شنیدن که بود مانند دیدن از پیش همراه خودشون صحبت میکنیم. دوستان عزیز به نزد مادر عزیز اومدیم، به نزد خواهر عزیز با خواهش پدر عزیز که امروز پدر عزیز در فدراسیون روسیه در نزد ما قرار نداره. اینا برادر عزیزش در همینجا است. اکا جان سلام علیکم، خوبی تنجی همینجا دنیختونا. اینا برادر عزیز اومد با خواهش همه ما میم نزد مادر عزیز نزد خواهر عزیز نوارا شروع میکنیم. سلام علیکم مادر جان. سلام علیکم اکا جان، به همه بینندگان و غریبان اکا جان. سلامت باشین مادر جان. طول چند ساله میتونم که قصه خواهر عزیز از زبان شما بشنویم، چون که شما مادر هستین، از خوردی به وای رسوندگین، شیر دادگین، همه فعل رفتار را عذاب فرزند شما میدونین، نه اینکه ما اینم 13 سال شد دختری ما مادر زاد خچک ندارم. 2 سالگیش در بردن پیرسته که این در قربالون کارستان نشید. 4 سالگی در بردن که بردن پیرسته بردن نشید، گفتن همیشه با بردنش. با 3 بار با ایرانیا گفتن با بردیمش که این دفعه نشید. این می بهار با هم مصلحت کردن با این حیوانان، خدا نگهبانشون باشه همه کسا که برای این خیلی غیرت کنیم بکنیمش که نشید. همه را تیار کنیم دیلاو دکیم چه گفتن نمیشه. ایران با زنگ زدن که نمیشه دختر. خیلی که خواهش میکنم غریبان پاها کیه که زورش میرسه از سومه دوستمه یاردان کنن دختر میسوز شد. دختر نمیفورن که همسین فوش مکتب دختری ما روی ایدادش به مکتب نرود بیرون برمادن نتونم میرویم میدوام یا چو میکنیم دوگوناش مهینه بیا باز کنیم مهینه میراد شرچه پامپرسنش یارم میشود خاک باده دخترم من در پیشی دخترم نمیگو با کسر زده دخترم غیروی دادش به کسر زده. بله مادر جان خیلی خداوند مشکلتون آسان کنه مادر جان، میدونم به نهایت خیلی خداوند صبرتون تیا. دست میگی بویش میگیرن پیسیه با دختر نروی میکن اما هی نره پام پیسی نخوری دختری منی
10 12 تا تا 15 دخترم مثلا کس می نمیبریم. یه هفته نمیبره دختریم. هر روز پامپرس خطیان؟ شب تا 4 تا دختریم پامپرس میزنه. روز تا بگه پامپرس میزنه. گاهی هر گپش مهینه جا میگم فکری دادت کساله مینش در مینه غلطی دگیه. گفتن کسالت داری مهینه دادم خیلی اوچه میگه ایچی نگه نمیتونم خیلی نمیشم یخ میگم مزانه که کلم گفت بچه ندارم موسرم دا اولای دینیوان میگیرم دا عربا فقط بوجا میبرم میگن نمیتی اگم کسا بیاره دختر میگن اوچه قطیم برم من تو قنه میگم ایزنو میکشم دو گناه قطیم ما استه دختر نگفتی چی یا تا میگه که روی اکرام برمده ما وخشی و شادی من نبرمدم من برای خاطری دختر برمدم که خداوند یا دستگیری کنم دختریم سوز شد. بله مادران. چند فرزند دارین مادر جان؟ هم 3 دختر دارم. پسر ندارین؟ ندارم. ای دختر چنده میتون؟ دیمگی. او 7 میخونه یه 6 میخونه 13 سال. تا حاضر مکتب نمیروه؟ مکتب نمیروه دختریم مکتب نمیروه. یارا میشوه. یعنی ایسابی که بسیار پامپرس میزنن. دوستان عزیز این یگان جای شرم حیاش نیست. حیات ریال نی زندگی خواهر عزیزای ما بگیم افسانه گفتیم یا یک چیز دیگر گفتیم خیلی میگیم ریال نی حیاتی که شما خودتون میدونه که در خوردی وقتی که پسر دخترم میمونن مثلا پامپرس بسیار استفاده میبرن برای پوچه و فرق میشه مثلا خیلی دیگر حالتایی هست که تیم بوله که طول 12 13 سال با همین درد هر روزه باور میکنین هر روزه مینوت نمیتونه که مثال به پامپرس بگرده. ایرا دوستان عزیز تنها خداوند مادر عزیز میدونه که دختر اگر مو بچه باشه خیلی میگیم بچه مثال باکی نداره دختر میدونه که همه چیز سطره. دختر من حواس داره مکتب رم طلباش میرم میروه من اینا بیا خونه بدارم فهم میکنم دختر نمیدونم که طلباش نکنه میگه اوچه میفورم قطعی دوگنو مکتب رم میفورم مکتب میگم من خوندم چیدم با دلتی میکنه دختر من زیغ نشوه مقصد زیغ شوه با یک ساعت یا قطعی دختر قلب میکنه که با ایساد شوه. خداوند مشکلتون آسان کنه. سلام علیکم خواهر جان. و علیکم. نام چیه؟ مهینه. چند ساله ای؟ 13 ساله. 13 ساله ها؟ تماما مکتب نرفتی؟ نه. قطعی دوگانات هم بسیار بازی نمیکنی؟ نه. یگان حالتی میشه خواهرم که زیغ شای میبینی مثال دوگانات ایجا اوجا رفته و اومدن دوگانه ها مکتب رم من میرم زیغ میشن در خونه میدونم کسلشم. با بسیار وقت کسل هم میشه؟ ها. چه خیل کسل میشه؟ کسل که یعنی چی میکنم این خیلی نمیتونم پانی چی ما میشخون زیغ که میکنی ها؟ زوب هم دوره که میجی خش اینا امروز ما آمدیم نزد خود که نیم قدر نفر هستن دستگیری کنن انشالله که شاید امروز تقدیر قسمت خود از جانب یگان برادر سخاوتمند نفرانی که خیر میکنن نو واسه یک سمای دست مای هر چیز باشه نباشه انشالله که اگر دستگیری شود مختم میبریم اول آخر خدای مهربان از خداوند یگان که زور و توانان نیست هر چیزی که میشوه انشالله در یک لحظه میتونه که با یک کمغل بوی کنه همه چیز از جانب الله یک چیز سبب میشوه انشالله که چخلی که پدرتون گفتن ما را وعده دادگان که در هندوستان توبت شما جراحی شما گارانتی خطی میشوه انشالله که چی گفتنی برای برادران میگه که یک دستگیری کنه که ساز شای بیای برای دیگران دیگر به پامپرس یک دختر خوب یک دختره که انشالله که در حق همینا دعا کنی. مکه جانم گفتگیم که من دستگیری کنندم اساس شم بعد قطعی دوگانم مکتب رم بیام من وقتی میرم دوگانم میبینم مکتب رفته سم من گیریم میرم در خونه کسلشم. پس این امتره زیقی میکنی ها؟ بله. دوگانات هم میان خونه میان پیشت بازی کنی؟ بسر میان میگن بازی کنه من میرم میام هر چی مینوت پامپرس زنم. خودت پامپرس رو تالیش میکنی ها؟ دیدین دوستان عزیز در نام همه جانو خواهش و توالا از حساب مادر از حساب پدر عزیز که در فدراسیون روسیه برای فرزند خنکی نگفته گرمی نگفته سردی نگفته رفته رنگ شما کار کرده سای با خدا قسم تمام پدر و مادر فدای فرزند میشه حتی در کار شما جانشون برای فرزند قربان میکنن در این دنیا میدونه که دوام دیانده نسل هر یکی ما و شما این فرزنده به همین خاطر امید به توانایی هر یک کدوم هر چیزی که همت میکنه نو بس یک سمای دست مای میدونم وضعیت همتون وضع میگنده که طول چند ماه میشه پدر میگه به خدا که میگه
بچه میشید یک کارش میکنیم دختره میگه روز به روز کلام شدی امروز با پگه الکه با بلاغت میرسه مثال برای زندگی در کنه میگه من نمیدونم میگه چه خیلی سر ما بالا میکنم چیکار کنم میگه ندارم همون قوت توانایی را که چیکار کنم دستگیری کنم همیرا با همین خاطر نه چه خیلی که میبینین در همه جا یک کارت خونه مادر جان در نمبر وای 985 40 در همین نمره پیوست کرده دوشنبه سیتی نام فامیلش چی میبروه نیزوم و غمزگل نام نسبی خطونه مادر جان غمزگل ایدبه نیزوم یک بار دیگه پر گپ زنی نام فامیلش غمزگل ایدبه نه غمزگل ایدبه که اینا دوستان عزیز روز ما رقم را میزنم پرش بود در روی اکران میبروه دوشنبه سیتی 97 62 00 01 57 80 29 26 دوستان عزیز کارتایی که در نام نسب مادر خود این چیه؟ این زبیربانک ای شوهرتون ای اینی زبیربانک شوهرشون در بسیارات میپرسیدن که زبیربانک مونید در زبیربانک مونید برای چی ما میمونیم که از نفری که نیست نمیتونیم امروز که پدر در فدراسیون روسیه ما میتونیم که با خواهش اینا مادر عزیز که در روی اکران کارت شوهرشون نمونیم اچودوچش با در نوار آینده گام میزنیم اینا دوستان عزیز 89 39 710 04 20 این نمره مسکوش خطی پیوست کرده 8939 میشوه 710 04 20 انا چی میبره کارتای زبیر بانک نام نسبش چی میبره ما فامیلای شوهرتون چی اودینایف تویر میبره با همون نام نسب گرفته تویر اودیلویچ دوستان عزیز با پرش ما در اینجا مینویسم ان شاء الله ما همراه پدر صحبت میکنیم هر چیزی که هست داکیومنت در اینجا کسانی که شک شبهه دارین ادرساتون پرک جای سکمتون مادر جان تپه سمرقندی جماعتی راحتی میتونن که بیان این نزدیک بینن که همه چیز حقیقت داره یا اینکه فند فریب نیست مثال خیلی همه با باوری نمیکنند با هم خاطر پامپرز در همجا هست مادر پسین شما در همجا زندگی میکنن نمرهایی که دوشنبه سیتی بود کار میکنن میتونن طریق واتساپ همراه دخترتون گپ زنن صحبت کنن دوران واتساپ دوستان عزیز میتونن اول زنگ زنین ببینن حالا مثال زن باشین اگر میتونه که زنها بیان نبینن مثال چخله زن در اجازه مردنه زن بیان خطون بینن او حال چیه مثال یگان نفری که خیرخواهی هستن باور نمیکنین بهتر خوبتر میشه که اول سنجش کنین تحقیق کنین بعد بیاین دستگیری کنین مادر جان در آخر با نفرایی که الکه سمیخشون در کارتای شما گذروندن دستگیری کردن چی گفتن ایدن اونتون جان غریبا خواهش میکنم و اکا جانم با اپا جانم کدوم یکی زورش میرسه اسمای دستما در حق همین دختری من گفته چی یاردن کنن دختری من ساز کنن ده همه و هر دعا میکنم به حق شو که خداوند برای کار شو تا فرزندای صالح شو تا پروردگار گرنگی ما اصلا این دوستان عزیز به نهایت کنه خواهر جانم تو چی گفتن ایدن اونتون جانم من به حکام گفتنیم که من دستگیری کننده من رنگ دگونه هم قدیره برام مکتب برم انشاءالله خواهش هر یک نفری که در پخش مستقیمین یه لایک کامنت را در ندارین همین نوار در واتساپ در دوستو برای رفقاتون پادری سکنین شاید که یگان صاحب کار میخواد که کمک کنه شاید یگان نفری میخواد خیر کنه اینا مرحمت جای خیر بهتر خوبتر میشه مردک مخی زورش نمیرسه مسکو میرم زورش نمیرسه ان شاء الله با ما در نوار آینده گام میزنیم که چقدر مبلغ جمع شده چیکار کردن نکن خیر دوستان عزیز بله خیر دوستان عزیز تا برنامه آینده